از ازل تا به عدم عشق بوده است، از عرب تا به عجم عشق بوده است. حکمت و فلسفه را گفتم علم، حکمت و فلسفه هم عشق بوده است. تو مگو مذهب خیام چی بود؟ مذهب اهل قلم عشق بوده است. کس نیاریز شمارد اختر، بیرون از قید و رقم عشق بوده است. عارف دفتر عرفان را شست، آتش و دیر و حرم عشق بوده است. اولین حرف خدا عشق بوده است، آخرین حکم حکم عشق بوده است. عشق